کتاب The Power of Posture فصل دوم قسمت پایانی. خب ما توی قسمت اول فصل دوم گفتیم که تیتر این فصل راجع به اینه که اصلا چرا پاسچر بدنی مهم هستش و تاثیرات پاسچر رو روی مدیریت درد، استرس و تنفس بررسی کردیم. توی این قسمت تیتر بعدی که میخوایم بررسی بکنیم راجع به گوارش هستش و تأثیری که پاسچر و فرم بدنی روی گوارش میذاره. خب کتاب عنوان میکنه که ما اگر مغذی ترین مواد غذایی رو هم مصرف بکنیم ولی در صورتی که سیستم گوارشی ما بدن ما نتونه اون ماده مغذی رو جذب بکنه، خب این هیچ فایده ای نداره. یکی از مسائلی که خیلی روی این جذب تاثیر میذاره فرم بدنی و پاسچر هستش. یعنی پاسچر نامناسب مثل ناترازی ستون فقرات، مثل قوز کردن یا همون عارضه هایپرکایفوسیس باعث میشن که جذب مواد مغذی به خوبی انجام نشه. و همینطور چیزی که خیلی روی گوارش تاثیر میذاره مسئله استرس هستش. استرس میتونه سیستم گوارشی رو خاموش بکنه. وقتی هم که سیستم گوارش خاموش بشه به این منظوره که در حالت استرس بدن میاد کنترلش، میاد اولویتش رو از روی هضم غذا بر میداره و به مسائل مهمتری میپردازه که بتونه اون استرس رو کم بکنه. پس برای اینکه گوارش بهینه‌ای داشته باشیم و اون مواد مغذی بتونن به خوبی جذب بشن، علاوه بر غذایی که میخوریم حتما باید به فرم بدنیمون و مدیریت استرس هم توجه بکنیم. مسئله بعدی که پاسچر میتونه روش تاثیر بذاره مسئله گردش خون هستش. اگر عضلات و استخوان‌ها در راستای مناسبی نباشن ممکنه که به شریان‌ها و اعصاب فشار وارد بشه، در نتیجه خون رسانی رو ضعیف بکنه. به عنوان مثال وقتی که عارضه راوند شولدر رو داریم به اعصاب و شریان‌های بازویی ممکنه فشار وارد بشه، خون رسانی ضعیف بشه و در نتیجه ما کاهش انرژی عضلات و کاراییشون رو خواهیم داشت. حالا راه حل چیه؟ اصلاح پاسچر. با بهینه کردن و تراز کردن عضلات و استخوان‌ها میشه یه کاری کرد که خون و اکسیژن راحت‌تر به بافت‌ها برسن، در نتیجه عملکرد کل بدن و کاراییش بره بالاتر. مسئله بعدی که کتاب بهش اشاره میکنه بحث جذابیت ظاهری هستش. پاسچر و فرم بدنی مناسب باعث میشه که بدن از تقارن بیشتری برخوردار باشه و تقارن خودش یکی از رکن‌های اصلی جذابیت بدن هستش. به عنوان مثال با فعالسازی عضله ارضی شکم علاوه بر این که میتونیم ثبات ستون فقرات رو تأمین بکنیم، به عنوان یک گن طبیعی میتونه عمل بکنه و بدن رو خوش فرم‌تر و خوش تراش‌تر نشون بده. مسئله بعدی ارتباط هستش. 93% از ارتباط ما انسان‌ها به صورت غیر کلامی هستش. یعنی حالت راه رفتن، نشستن و حالت کلی بدن ما حتی بیشتر از حرف زدن میتونه مؤثر واقع بشه. اصلاح پاسچر و پاسچر خوب علاوه بر این که اعتماد به نفس رو بالا میبره، روی مغز شما، احساسات و رفتارها هم بسیار تاثیر میذاره. با اصلاح پاسچر و حالت بدن میتونیم ارتباط مؤثرتری رو در زندگی شخصی و کاریمون تجربه بکنیم. مسئله بعدی که کتاب بهش اشاره میکنه بحث انعطاف پذیری هستش. خیلی از افراد فکر میکنن چون ورزش میکنن و حالا در حین ورزش حرکات کششی انجام میدن بدنشون از انعطاف خوبی برخورداره، در صورتی که هنوز همون نقاط سفت عضلانی رو داخل بدنشون داریم. خب این مسئله به چه دلیله؟ به این دلیل که بدن ما، عضلات ما مانند یک کش لاستیکی میمونن. یعنی اگر تحت کشش قرارشون بدی دوباره به حالت اولیه برمیگردن، ولی از یه جایی به بعد اگر این فشار مداوم و زیادتر از حد بشه دیگه عضلات به حالت اولیه بر نمیگردن و به صورت شل باقی میمونن.
از اون طرف باعث میشه که وقتی یک طرف شل میشه عضلات، سمت دیگه عضلات سفت بشن، عضلاتی که کمک دهنده هستن کار بیشتری رو انجام بدن، در نتیجه تراز بدن به هم میریزه. حالا شما تصور کنید شخصی که پاسچر مناسبی نداره، مثلا از تراز مناسبی داخل ستون فقرات و لگنش برخوردار نیستش، عضلات یک طرف دائما در حال کش اومدن قرار دارن و عضلات سمت دیگه دائما در حال سفت شدن هستن و این خودش باعث یه سیکل معیوب میشه که هم پاسچر بدتر میشه، هم تراز بدن به هم میریزه. در نتیجه بهتره که اصلاح وضعیت بدنی، اصلاح فرم بدنی رو داشته باشیم. با اصلاح فرم بدنی کم کم این حالت عضلات به صورت اولیه برمیگرده و تراز بدن مناسب تر میشه و حفظ میشه. مسئله بعدی مسئله کاهش چربی بدن هستش. خب خیلی از افراد در تلاشن که چربی بدن خودشون رو کم بکنن، هرچی هم ولی رژیم میگیرن، ورزش میکنن، این اتفاق نمیفته. اینجاست که ما ناکارآمدی ساختاری و عصبی بدن رو داریم. وقتی که سیستم عصبی تراز نباشه، وقتی که ساختار بدنی تراز نباشه، اولویت بدن اصلا از بین بردن و سوزاندن چربی نیستش، حتی اگر سخت رژیم بگیرید و سخت هم ورزش بکنید. ولی بدنی که از تراز خوبی برخوردار باشه، چه ساختاری چه عصبی، خودش میدونه که چربی اضافه رو چجوری باید مدیریت بکنه.